بار دیگر درود میفرستم به بینندگان عزیز رادیو آزادی. ساعت با وقتی پرگا 12 دقیقه است و من برای شما سرخط خبرهای روز رو در چند دقیقه دیگر ارائه خواهم کرد و البته فراموش نکنید که تفصیلات این مطالبی که حالا من برای شما میگم در برنامه خبری پیشنهاد می شود. ساعت 1 با وقت پرگا، ساعت 4 با وقت تاجیکستان و ساعت 2 با وقت مسکو. خب برای مرگ پسر سربازش تاوان طلب دارند. والدین یک سربازی که 3 سال پیش ضمن ادای خدمت حربی هلاک شده بود میخواهند که عامل مرگ فرزندشان برای آنها جبران پرداخت نمایند. در نخستین مرافعه دادگاهی نمایندگان گارد ملی نیز در شهر دوشنبه شرکت داشت. سرباز شهرت تولایف ماه می سال 2016 به خدمت در ارتش دعوت شده بود و سرباز قسم نظامی گارد ملی واقع در محله کلین شهر دوشنبه گردید، اما پس از 5 ماه خدمت جسد بیجان او را به نزدیکانشان سپردند. مقامات گفتند این جوان با سلاح دستش و از بی‌احتیاطی به خود تیرخوری کرده است، اما پدر سرباز ففتیده پس از صحبت با مفتش و دیدن عکس‌های روز مرگ شهرت به این خلاصه مقامات شک کرده است. در پی مرگ این سرباز یکی از خدمتانش به 6 سال زندان محکوم شد و شما بینندگان عزیز میتوانید تفصیلات را در برنامه خبری ببینید. آرزوهایی که ظاهراً بعد مرگ عملی می شوند. فقط یک مهاجرزن توجیک در اول همین ماه ساکنان تاجیکستان و جامعه مدنی کشور را در کنار نگذاشت. با گذشت 2 هفته از دفن گلبگیم رحمانوی 29 ساله تا هنوز در گروه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی صحبت‌ها در اطراف او ادامه دارند. گذشته از این کاربران برای کمک به خانواده گلبگیم و 2 طفل خردسال یتیم مانده‌اش دست به کار شدند. همکاران ما به منزل مرحوم رفتند و میگویند نفرانی نیز پیدا شدند که گفتند میخواهند کودکان را به فرزندخوانی بگیرند. حالا این خانواده چه روزگار دارد و دست کمک کیها به آنها رسیده است در برنامه خبری میتوانید تماشا کنید. احتمالاً کودکان گلبگیم از مادر مهاجرشان تحفه ها منتظر بودند، اما برایشان تابوت آهنین به صفحه آمد. در این برابر این شب و روز صدها کودکان تاجیکی هستند که در مناطق مختلف تاجیکستان با یگانه آرزو به سر میبرند هرچه زودتر رسیدن به دیدار پدران مهاجرشان که تنگی زندگی آنها را به کوی غربت فکنده است. سال گذشته مهاجران از روسیه به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون دلار فرستادند. درست است که این مبلغ بار روزگاری خانواده های آنها را در وطن سبکتر می کند، ولی پژوهش‌ها ثابت کردند که فرزندان چنین خانواده ها پیوسته احساس تنهایی می کنند و دور از مهر پدر و مادران به روان و خصلت آنها تاثیر عمیق خود را می‌گذارد. اگر بعد کمتر از 3 ساعت دیگر به برنامه خبری بپیوندید، آرزوهای کودکان مهاجر را میتوانید بشنوید و شاید شما مهاجران عزیز در سیمای این کودکان فرزندان چشم انتظار خودتان را خواهید دید. سبب در داخل است یا در بیرون، بانک ملی بالاروی قرض و کمچینی دلار در تاجیکستان را توضیح داد، در حالی که مسئولان بانک ملی حالتی به وجود آمده را عیب حنوتان نامیدند. کارشناسان آن را به وضع اقتصادی کشور و عامل‌های بیرونی پیوند می‌دهند. برخی از کارافتاده‌ها توکل کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار سیاه رو می‌آورند و این هم در حالی است که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک‌ها جوابگری دارد و برای این کار جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان مقرر شده است. مقامات انتظامی هم گفتند در 1 سال اخیر زیادی بیش از 100 نفر با اتهام معامله غیرقانونی با اسعار خارجی پرونده جنایتی باز کرده شده است. و طوری شما پی بردید این یکی از دیگر موضوعهای ما در برنامه خبری خواهد بود که در اطرافش صحبت خواهیم داشت و باز مطالب دیگری هست که من در برنامه خبری برای شما خواهم گفت. کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در همین جا بعد از 3 ساعت دیگر همه شما را منتظر می‌شویم.